در مسجدهای تاجیکستان امسال باری اول در شرایط پاندемیا نماز عید قربان برگزار شد. اما طبق مشاهده‌های خبرنگاران رادیو آزادی امروز مسجد مرکزی دوشنبه مانند سالهای پیش سیر و دم نبود. قبل از عید شورای علمای تاجیکستان به خاطر پیشگیری از خروج کرونا ویروس از نمازگزاران خواست که طلبات بهداشتی را رعایت کنند. یک طلب دیگر این بود والدین از عیدگردک یا خانه به خانه گشتن نورسان جلوگیری نمایند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره گزارش می‌دهند. صرف نظر از دعوت شورای علما برای خودداری از عیدگردک، صبح امروز کوچه‌های دوشنبه پر از کودکان و نورسان بود. آنها از صبح بر وقت با صدای عید مبارک با منزل همسایه‌ها می‌رفتند و سوغاتی می‌گرفتند. شورای علما 2 روز پیش از عید قربان از ساکنان دعوت کرده بود که به عیدگردک نروند چون شرایط سازگار نیست. خدای نکرده نشود که سبب انتقال این بیماری از خانه به خانه، از دری به در دیگری نشوند. اما دعوت شورای علما برای خودداری از رفتن به مهمانی از سوی برخی ها تنقید شد. برخی گفتند نباید کودکان را از خرسندیشان محروم کرد. چندین کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند عیدگردک میراث قدیمی تاجیکان است و بگذار برگزار شود. عیدگردک باشد یا نباشد، ولی کرونا ویروس روی عید قربان در تاجیکستان تاثیر خود را گذاشته است. آرزوی ساکنان هم خلاص شدن از این بیماری است که حالا تقریبا همه روزه جان چندین نفر را میگیرد. ما آرزو داریم که به نقاب و به همین عمده در مسجد نماز بخونیم. گزارش را از دوشنبه تماشا کردید. در عین زمان کاربران ما در روسیه و گوشه‌های دیگر جهان نیز هستند که برایمان از لحظه‌های تجلیل عید قربان نوار فرستادند. عبدالله اشورов این نوارها را در گزارش خلاصه‌گیری کرد. یک گردک میگه در تاجیکستان مردم گردک شده. این یکی از کوچه‌های شهری نوسیبیرسک روسیه است که بیشترین ساکنانش تاجیکانند. زنان و کودکان تاجیک مثل تاجیکستان عید قربان را جشن گرفتند، در خانه یکدیگر مهمان شدند. در شهر مسکو پایتخت روسیه که شماره مهاجران تاجیک آنجا زیاد است، بنابر خوف پاندمیا امسال نماز عید به شکل آنلاینی برگزار شد و نمازگزاران در مسجدها حضور نداشتند. اما در دیگر شهرهای روسیه نماز عید به شکل عنعنوی با حضور هزاران نفر برگزار شد. کاربران رادیوی آزادی از نمازهای عیدانه دست جمعی در مسجدهای جامعه شهرهای یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، قزان نوار فرستادند. مهاجران تاجیک نماز عیدانه را در کره جنوبی هم برگزار کردند، زیرا سالهای اخیر یک قسمی از تاجیک تباران با شناسنامه روسی به کره جنوبی برای کار می روند و شماره آنها بیشتر می شود. اما نه همه مهاجران در روسیه امروز توانستند عید قربان را با حال و هوای عیدانه تجلیل کنند، از جمله مهاجران کاری تاجیک در شهر تیومن. گروهی از مهاجران تاجیک این روز را پشت درهای اداره مهاجرت ولایت تیومن برای گرفتن پتنت سپری کردند. با سپاس از عبدالله و شما بینندگان عزیز که پیوسته با ما همکاری میکنید و برایمان عکس و نوار میفرستید.